پشیمان است در این دنیای دو روزه ای عمر ما روان است ای عمر ما روان است لا 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 بعد این مردم گپ زدن نکره کوچه پاچه همه را تازه کنن آخه راستا بگه خومرن اینا با قریبی نصیب باشه ایده کوچه آخه یا خانه و در سفید کنن کوچه هاشون آباد کنن آخه که من میگردم راستا بگه که رئیس محله شدیم گفته با گناهگار شدیم آخه این مردم همین تا ای خواب بیدار نکنی راستا بگه خومرن یا گرد کوچه تان آباد کنی یک علف فلافا بچینه یک خانه و در تازه کنی آخه همین سحر راست میشه و همین رئیس فایرو میکنن من خیال میکنم که یگم مهمانی فایرو میکنن آخه میبرم نگاه میکنم که هم فقط عرض شکایت تا همین رئیس محله شدیم در بالا ماندیم آخه تا یا عرض شکایت کردن آخه یا پیاله چای کنه یا جدا یا تچکولی کنه آخه همین میاین هر رئیس همو همسایه هم بالای همسایه فقط شکایت اینا آیلش باشه همین همسایه را آیلش بیما فایره کنم یانگا او کلون کسی فایرود کرد این رئیس محله هایو ای چی میگفته باشه لبا رئیس بیو کلون رئیس بیو سلام علیکم سازی تینجی سلامتی خوبه کلون جان اکا همین خفا نشه من رئیس محله که ازم هر روز همین میاد شکایت ای پوزی شوهری تو شکایت فهمیدی چی شده باشه رئیس همین مردم بیزار شدم یا تاش میای میگه که آخه مرا در کوچه زد یا تاش میای میگه خانه ما درآمد یا تاش میای میگه در قد کوچه مرا آزار دادی زد فهمیدی من همین شوهری تو بیزار شدم همین شوهری شما مای منوشه مایش چیه رئیس مایش عرق منوشه عرق ها فقط راست بگو عرق منوشه یا نمنوشه عرق ها به گفتگو به کل بای من اشنا بیا بگوننش که بگویم بیا نه این زمان چشمش عوض شده کن به گفتگو به کل بای من آشنا بیا بگویم سکی بگویم بیا چکن زنه خوش زنه چیه تن نسته نشته گرم میزنی رو تو کای بس میکنی خوردنه همین کانکان سپکوی نشیم تو میدونی از رئیس محله آمد رئیس محله؟ چی میگفتن؟ همه همسایه از شکایت کرده استن ای بلای تو میره در خونه مردم خرابی میکنی بعد چی گفت رئیس محله؟ رئیس محله گفت که اصلاح میشوه بشوه نمیشوه این محله سرش میکنیم بعد با چی گفت؟ بعد با گفت که شوهری تو عرق میخوره بعد تو چی گفتی؟ من حقیقت چه گفتم چی گفتی؟ بعد گفتم که در 100 کیلومتر 10 لیتر میخوره